این کی برداشتی آوردی؟ آقا این کپی همون عکسیه که برای من فرستادی دیگه. این که آخونده که اون عکسی که به دادم آخوند بود. بابا داداش من رفتم به همون آدرسی که برای من فرستادی دیدم این آقا داره آشغال میذاره دم در. منم تاریک بود دیگه ندیدم. یه پلاستیک کشیدم روش آوردمش. تو اسم خودت گذاشتی آدم رو با این که اصلا آدم نیست. به خاطرش 2 قرونم بهمون نمیدن. یعنی آخوند جزء پستانداران هم حساب نمیشه به جای حیوانی چیزی بفروشیم بره. چه گوی بخوریم حالا؟ گنگکاری خودت یه جوری جمعش کن. برادر اگر مسئله با یه باجناق بازی حل میشه که ما طلبه‌ها به این داستان‌ها عادت داریم، فقط قبل از عملیات بی زحمت ما رو بکنید توی مشکلی که یه خاطر بازی هم کرده باشیم انشالله. فاک خبر آخوند رباعی همه جا پخش شده. خبرش چطوری پخش شده؟ من فکر کردم این بی‌ناموس بی همه چیز همونیه که تو دنبالش می‌گردی. ازش عکس گرفتم فرستادم تو تلگرام یارو برامون پول واریز کنه. فکر کنم همونم خبرشو پخش کرده. دیدی چطوری به فاکمون دادی ابله؟ برادرای یه صلواتی خط بکنن اون قنبل بازی ساده که این حرفا رو نداره آخه. یا خدا چی شده؟ میلیونی داره پول میاد تو حسابمون. یعنی طرف داره برای این آدم غریبه پول میزنه؟ نه مردم عادی هم دارن پول میزنن به حساب میگن آخونده رو آزاد نکنید. به حالا شما حساب بکنید اگر به من تجاوزی هم بکنید که چه پولی بگیرید. آقا شما هم قشنگ میخواری ها. نه بعدم نمیگه سیف الدین رو صدا کن. الله اکبر چه اسم با مسمایی. اصلا مو به تنم سیخ شد. سیف الدین سبحان الله باغ بهشت سبحان الله از لحظه یا حضرت امام.